به نام خدا. میدونین کهن‌ترین داستان عشق آریایی متعلق به کدوم یکی از عاشقاست؟ و مهمتر از اون میدونستین این قدیمی‌ترین عشق آریایی از یک خواب شروع شده؟ سلام، به قصه عاشقانه امشب خوش اومدین. امشب قصه ما در مورد عشق دو دلداده است به نام زریر و آتوسا، از دو کشور متفاوت که هرگز همدیگر را ندیده بودند جز در یک خواب. در ایران باستان دو برادر به نام گشتاسپ و زریر دو پادشاه بودند که در دو قسمت مختلف ایران پادشاهی می‌کردند. در همسایگی قلمرو پادشاهی زریر سرزمین مراتی‌ها بود که پادشاه آن اومارتیس نام داشت. این پادشاه قدرتمند دختر بسیار زیبایی داشت به نام آتوسا که او را زیباترین بانوی آسیا می‌دانستند. شبی این دختر زیبا در خواب دید که شاهزاده از ایران به دنبال او آمده است و این خواب شیرین چنان زندگی آتوسای زیبا را تغییر داد که این شاهزاده زیبا گوشه نشین شد. درست در همین زمان زریر پادشاه در خواب یک شاه دخت مراتی را دید و سخت دلباخته او شد. از خواب که بیدار شد چنان از این رویای شیرین جان گرفته بود که تصمیم گرفت آن را به واقعیت تبدیل کند. تاج و تخت را رها کرد و برای یافتن معشوق به سوی سرزمین مراتی ها سفر کرد. اگه تا اینجای قصه رو دوست داشتین یه لایک بزنین که پر انرژی تر قصه رو با هم دنبال کنیم. خلاصه زریر وارد سرزمین مراتی ها شد و به سوی قصر راه افتاد و به دیدار پادشاه رفت. شاه دخت را دید و سخت از دیدار او شاد گشت. آتوسا هم خوشحال از اینکه خوابش به حقیقت پیوسته از دیدار زریر بسیار شاد شد. زریر رسما آتوسا را از شاه خواستگاری کرد، اما در کمال ناباوری شاه این خواستگاری را رد کرد و آه از نهاد آتوسا برخاست. زریر متعجب دلیل این رد را پرسید و پادشاه گفت نمیخواهد دختر زیبایش با مردی غیر از تبار مراتی ها ازدواج کند و زریر غمگین به سوی ایران بازگشت. آتوسا که تا یک قدمی وصال شاهزاده آرزوهایش رفته بود اندوهگین و گوشه‌گیر شده بود. اومارتیس که حال دخترش را دید برای اینکه این قضیه تمام شود تصمیم گرفت برای ازدواج دخترش کاری کند تا این قصه ختم به خیر شود. او برای یافتن همسری شایسته برای دخترش جشن بزرگی برپا کرد و همه بزرگان مراتی را به این جشن فراخواند و به دخترش گفت فرزندم تو هر کس را که در این جشن لایق خود دیدی انتخاب کن و من خود شما را به همسری یکدیگر در خواهم آورد و تمام بزرگان لایق را که در شأن فرزند خود میدید به این میهمانی دعوت کرد. آتوسا فکری به سرش زد. مخفیانه پیکی به سوی ایران فرستاد و این تصمیم پدرش را به زریر اطلاع داد و از او خواست که تا در این جشن با لباس مبدل حاضر شود. زریر هم اطاعت امر کرد. عشق است دیگر و دوباره با لباس مردم مراتی ها وارد سرزمین مراتی ها شد و به قصر آمد. همه بزرگان در جشن حضور داشتند و اومارتیس به دست آتوسا جام شرابی داد و گفت در میان بزرگان برو و هر که را لایق خود دیدی جام او را از شراب پر کن. آتوسا نگران به میان مردان جوان و شاهزادگان رفت و در میان آنها قدم برمی داشت. همه با اشتیاق به او نگاه می کردند شاید که این شراب وصل نصیب آنها شود. اما آتوسا در پی زریر بود. آیا توانسته بود بیاید؟ آیا به این جشن رسیده است؟ که ناگهان چشمان آشنای زریر را دید. بدون هیچ تردیدی به سویش رفت و جام او را از شراب پر کرد. صدای کف و دست و هلهله از همه برخاست و آتوسا دستش زریر را گرفت و به سوی پدر برد. و پادشاه طبق قولی که داده بود دختر و همسر انتخابیش را رسما زن و شوهر اعلام کرد و جشن با شکوهی برپا شد. داستان خوابی که به حقیقت پیوست. این داستان زیبا
در زمان هخامنشیان گویا اتفاق افتاده و این دو عاشق از اسطوره‌های مردم ایران هستند و نام بسیاری از دختران زیبا را آتوسا نامیده‌اند. تصاویر زریر و آتوسا در بسیاری از دیوارها و پرستشگاه‌های ایرانی حک شده است. من دوست دارم بدونم آیا شما هیچی در مورد زریر و آتوسا میدونستین یا اولین بار توی کانال‌های یوتیوب با این داستان‌ها آشنا شدین؟ امیدوارم از این داستان خوشتون اومده باشه و نظراتتون رو برام کامنت کنید. در ویدیوهای بعدی با شما خواهم بود با داستان‌های عاشقانه دیگر. ما با هم به زمان سفر می‌کنیم. با من باشید در این سفر زیبا. این داستان به پایان رسید، اما قصه عشق هیچگاه پایان ندارد. اگر داستان‌های عاشقانه رو دوست دارین، کانال من رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. مرسی که تا آخر داستان با من بود.